آقا سلام درست خونده همه شما. آقا بعد از حدود 2 ماه که هیچ ویدیو لونگی نذاشتیم و ویدیو بلند نذاشتیم، الان من تصمیم گرفتم که حالا که اسپانیا توی بدترین حالات خودشه بیام و براتون به ترتیب بارسا و رئال بازسازی کنم و به سطح اول اروپا بازگردونم. حالا اولین کاری که باید بکنیم اونه که شما لایک و سابسکرایب کنید. خب بریم که شروع کنیم. اول کاری که میکنیم طبق معمول اول میریم که ترکیب تیم رو یه نگاه میکنیم. رافینیا و یامال که جاشون یه خود درست نیست. یامال باید بیاد این ور بازی کنه. پدری و دیشون میگم که جاشون اوکیه و با آروخو هم که چرا اینجاست. آروخو رو میرم اینجا این. حالا میریم توی در این قسمت و تاکتیکا رو میخوام بچینم و میخوام 3-4 یه اتکی بذارم. آره این بهتره. حالا اینا رو هیچ پیدا کنیم. دوباره دستم خود رفت. ها بابا. خب این از نه همه تاکتیکاش مونده. قسمت اول احتمالا فقط خرید و اینجور چیزا باشه، اما قسمت های بعدی دیگه اوکی میشه همه چیز. تاکتیکا چیدیم. پدری میریم فندقان رو میاریم عقب اینجا. حالا برای تازه بازیکن بخریم. برای قسمت بازیکن خریدن که خیلی قسمت مهمیه، بریم اینجا و بازیکن ها رو سرچ میکنیم. من میگم برای اولین بازیکن میتونیم من میگم اول بریم اینجا چند تا بازیکن از پریمیر لیگ ببینیم این چه بازیکنایی داره. لالیگا تو بازیکن نمیخواد، فقط دروازه‌بان درست حسابی میخواد که اوکی میکنه. رشفورد رو میگیریم. چی بهتر از رشفورد برای خط استیمون. واقعا خیلی خوب بوده این فصل و خواهناش یعنی مثلا میخواهیمش 33 میلیون قیمت مارکتشه که 36 میلیون تا 45 میلیون هم میفروشه. حالا اوشش میکنم. من میام اول بریم اینجا. نه بازی کنم خیلی میارزن. راستی اینم خواستم بهتون بگم. من برای بودجه بارسلونا حدود 100 میلیون به خود بودجه اصلی دادم که میخوایم خریداری بکنیم داشته باشیم. یه آنسو فاتی رو میدم بهت، اما 16 از من 16 رو داد. خیلی خوبه. حالا بریم فردیم خودش بگیم دیگه. آره رشفورد رو آوردیم. حالا چقدر حقوق میگیره؟ اوضاع مالی هم خیلی بده. البته الان خوبه، اما برای بعدش که میخوایم خریداری بکنیم موقع بعد 5 سال هم باش میبندیم که حالا داشته باشیم. 2 میلیون. خب میرسیم به بخش شیرین پول که اصلا واقعا من شیرین نیست. 130 میلیون. نه اینجا میام به 200 میدم. تموم. 180 یا خدا 780 میشه چیکار خیلیه، اما این قبول ای که تکنم میپره. این از اولین خریدمون که در ما رشفورد بود. پیاچو فاتی رو باید 16 میلیون پول دادیم. به درد ما نمیخوره زیاد. اسمش چی؟ آنسو فاتی. حالا بعدا باید چند تا بازیکن خط مدافع هم بگیریم، اما فعلا که اوضاع مالی تقریبا محدوده. چه بازیکن رو میگیریم؟ فعلا یه باید کم بازیکن بگیریم. من یه نظری دارم. مسی واسه خط مهاجمی بگیریم. آره هافبک تهاجمی هم بازی میکنه، خیلی هم خوبه. بیا 32 میلیون هم ارزششه که خیلی هم عالی. بازیکن هم نمیدیم، میخوام بازیکن رو بعد بفروشم.
مسی و سی بده بریم. قبول کرد. سی مسی رو هم گرفتیم. بریم خوشم قرارداد ببندیم. آه 22 تا فقط 22 تا قبول میکنیم 2 سالا. حالا این فصل داشته باشیم بازیکن شروع به قبوله. آقا مسی رو هم آوردیم به عنوان خرید دوم که با 30 میلیون خوب بردیمش به جای پابلو تورز بازی کنه. حالا کامرم دروازه‌بان بگیرم که بهترینش به نظر من هم دروازه‌بان حال حاضر بارسا خوان گارسیا که واقعا بازی کنه دروازه‌بان خیلی خفنیه از نظر من که خیلی برای یاد شدم خیلی خوب بوده این فصل که مصدوم بود اولاش و شزنش دروازه‌بانی میکرد اما خوبه قابل قبوله. درسته که به خوبی خیلی از بازیکنان نمیرسه ولی خوبه. فوش جوان کارسیاکو آقا اسپانیول بازی میکرده دیگه. اسپانیا آقا این اسپانیول خرید سوم هم که ساکت خرید بعدیمون هم چیزه خوان گارسیاه که به نظر من خیلی بگیریم به نظر من خیلی پیشرفت داره و لیاقتش بیشتر از 76 اریک گارسیا رو بدم به بلش کن میدیم بهش بره. حالا فعلا آنچنان مهم نیست. عجله دارم میخوام سریع این بازیکن رو بخرم بریم فصل شروع کنیم که 11 هم حقوق میگیره 3 سال من 4 سال ببندم که بارسا کلا تیمی که خیلی مثلا با جووناست همین به ترکیب تیمش رو دقت کنیم بجز ترشتگن و مثلا شزنی و لوا زیاد بازی کنه پیر نداره اصلا بازی پیر نداره و حتی یامان کوواسی آنتوفاتی که الان ما دادیمش رفت و خیلی از پدری دیجونگ خیلی از بازیکناش اصلا چیزه خودتون میدونین دیگه جوونن. حالا میریم سراغ ترکیب تیمو میخوام اول از که مسی رو میاریم مسی رو میذاریم هافبک تهاجمی رشفورد رو میذاریم مهاجم نو که دیگه لباس پیر شده و دیگه به درد نمیخوره شاید بتونه فصل دیگه بازی کنه اما به نظر من بهتره که چیز داشته باشیم که بتونیم بذاریم جاش. من ترشتگن که میره بیرون و یامالی که باید بیاد اینور بازی کنه و کاملا خوب شد. حالا ترکیبمون اومد روی حالت نرمال و حالا میرسیم به بخش زیبای ادامه یعنی خیلی کاری دیگه هم بکنیم قبل از اینکه فصل ادامه بدیم تمرین بازیکن‌ها بدن و رشفورد رو که بله رشفورد 254 هفته. حالا میرسیم به مسی حالا میرسیم به یامال وینگر و سرعتش خوب بشه که وینگرش کنیم کنه دیگه. من خواستم اصلا یامال رو حالا پدری هم میای و سرعتش کار میکنیم دیجونگ هم شوتینگش دیگه. آره
بازیکن دیگه نموند. خب حالا برسیم وقتی کم ابجکتیو. خب ها اینجاست که حالشون. خب میرسیم به ادامش. و بارسایی که الان با 3 تا خرید داشتیم ولی خیلی خوب بود خریدامون و امیدوارم که مثلا خوب شروع کنیم. بریم اینجا کم تمرینی میذاریم. من میخوام روی خط تهاجمیمون کار کنم که مثلا یامال و باقی چیز خط تهاجمی و هافبک و دروازه‌بان رو میخوام روش خیلی کار کنم و همه که میبینید چقدر تاثیر داشت. همین با یه دونه مربی خیلی تاثیر داره و همین هم فیلم آموزشه. حالا بریم ببینم خط تهاجمی دیگه مربی چی داریم. اینو داریم که اینم میذاریم. خط تهاجمی فعلا مهمتر از همه چیه. یه دونه اینا حالا نتونستیم لش کنیم اما حالا اینا رو میذاریم که این فعلنده یه اینم میتونم یه 3 دیگه داریم که پرش کنیم. نه اتکمون کامل شد. خب میرسیم به دروازه‌بان. دروازه‌بانمون رو ببریم بالا که اینجا 4 تا میذاریم براش. و میریم واسه مربی درست حسابی هم نداریم. 7 تا شد. نداریم دیگه. چیکارش کنم؟ نداره همین خوردریزا رو براش بذاریم دیگه. اینجا 2 تا. و یکی دیگه بکنم میخوام که اینو میذاریم که خط هافبک هم قوی بشه. اینجا من فکر کنم باید یکی دیگه براش بذارم تا به بهترینش برسه. اینو میذارم و کامل شد. بذار ببینیم میتونیم رو هافبکمون هم کار کنیم. اگه میتونیم کار کنیم روش خیلی خوب میشه. دیگه فکر کنم دیگه به حد معمولی رسید. دیگه نمیتونیم سرمایه بگیریم ولی همین هم خوب شد. الان یامال 17 شد، لواش 4 شد 6. خب اوکیه. و اینجا یکی چند تا بازی کنم از اون بخرم. کوارس موناکو میخواد بخره که 7 پیشنهاد داده. ما داریم ادامهش. خب تا فصل بریم و اینجا داریم میبینیم که مثل این که نیکو ویلیامز هم رفته تاتنهام و خریدار داشت میده. ولوارده‌ای هم که رفته من سیتی. خیلی جالبه. و بالده پیشنهاد داره. اولین بازی فصل بودم با میلانه و توی بازی های دوستانه شرکت کردیم. خب اینجا میرسیم به بخش زیبا. گاوریل 90 میلیون میخواد. میارزه. بالدر 72 میلیون میخواست. میدادم. از سوویرا 90 میلیون پابلو گاویو میخواد. بازم میدونم میتونم ازش بازیکن بگیرم. میتونم به جای پول ازش بازیکن بگیرم خیلی خوب میشه. نه بازیکن مهاجم نه. میتونم یه بازیکن دوست ازش بگیرم. هافبک دوست ندارم. وینگرش نه.
مالی نیست و من میام بدیمش بره. حالا من 5 میذارم روش. قبول کرد که ببره دیگه 93 ببر. خریدار نیست. خب گاهی گفتیم برای فکر کنیم اینو میدیم بره. آره میدیمش بره چون که اینجا حیف هم میشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینجا هم جواب خدا بدیم رد میکنیم بازی نمیدیم بره. شاید بعدا با این بازیکن برای خرید بازیکن درست حسابی اتاقش زد. آقا بریم واسه اولین بازی فصل چون دارم خوب پیش بره. All smiles ahead of kickoff. What sort of impact can he have at this point? Hello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary by the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And we have pre-season group stage action coming right up for you. Stuart, what are you expecting? Well, thanks, Derek. Now it's time to see whether this initial fitness training and development of tactics has been successful. Will there be any change of formations? These games are great to assess how these teams are evolving. Yassine Adli, a bit sloppy in possession. خیلی مثلا این And Barcelona being afforded too much خیلی space. شده. Marcus Rashford in position. راشفورد No danger now. رافینیا Could be threatening. پدری رافینیا بازی به گوشه ها میبره The همچه attack دیگه carried an میزنه initial threat but fizzled out. و دفت میکنه. برای قسمت بعدی توی کامنت نظر بدید که رافینیا رو Well, a گفت میشیم significant یا رافینیا رو reorganisation within the football club and a new manager in place. What sort of impact are you expecting from him? Well, it's a big appointment, so he has to get off to a good start here. And with the players they've got, they have to be challenging for the title come the end of the season, that's for sure. البته رافینیا کوبارسی مصدوم شد. خیلی عجیبه. Might work out. پاس برای راشفورد Keeper making sure شوتی that که was میزنه taken away from و danger. دفش میکنه. اگه میشه شوتی Well, زد. they've lost possession of the ball. In with a رافینیا chance. It has to آقا be یه surely. نمیکشه پاس برای مارکوس Well, I راشفورد can't believe he's missed the target. چه موقعیت That's a poor گلزنی finish. بود. بازی نمیدونم کی درست بوده And a چون دستم substitution نشد in the offing. کمتر بازی نستیم خب اونجا خیلی برخلاف انتظارم با مصدوم شدن کوبارسی تو اولین بازی Nice weight on the pass. Nice looking move. رافی پاس عالی پدری The supporters want to see him have a go. In it شوت goes! و گلم رافینیا Dynamic. دارتون Well, here it is again, and the pace in which they 24 break forward is devastating. It's so hard to defend Oh. against, and there's certainly no Hey. doubt about the finish. Everybody He really hits it look with at power it. and accuracy. Nothing the keeper میکنم can do about that. شورت هم میتونی بهشون بزنی اگه یه صدم رو بزنی اما Barcelona winning the ball back. تعریف کنم میکنم و اشتباه نمونه یا بازی رو میتونست اختلاف رو بیشتر کنه و اشتباه رافینیا که داشت تکلیفشون میزدن Feeding it through. پاس Rashford with برای possibilities. راشفورد In it goes! چه پناه He scored on his اینه debut, and his fans are loving that. و اختلاف رو به 2 تا میرسونه میران رو So back نابود underway میکنه with the scoreline standing at 2-0. Benassa. گل دوم به چه زیبایی زده شد پاس برای مسی و 80 تمیز بازی کنه Well, I must He say, did no it, shortage of Tadic. space for Barcelona. بازی رو به گوش ها میکشونه And a no-nonsense clearance. Rafinha. حالا رافینیا Rashford in the Oh. middle.
و چه کاریه نگه من دیدم هند شد بلش کردم رافینیا Well, it comes to nothing in the end. واسه نقطه بعدی یا بگفتم یه نظر سنجی کنم بذارم و بگم که رافائلیو رو بگیریم یا همین اسمش رافائلیو باشه یا رافائلیو رو بگیریم اما من یکی رافائلیو رو بگیریم چون که نظرم هم میتونه خیلی میتونه خیلی بهتر از اون فیلم کنه هم شبه که رافائلیو بهتره اما یه اکسیسپر 100% رافائلیو بهتر از رافائلیوه و جای پیشرفت داره رافائلیو هم خیلی زود میکشه مثلا هر اوورالش پیشرفت داره یه بشه And the substitution will occur now. داشت که خیلی موقعیت داشت خیلی نمی‌کرد نیمه فکر کنم نیمه تموم می‌شد نیمه تموم شد نیمه دوم رشفورد شوتش هم می‌زنه و توی زیر تابه می‌زنه اختلاف سه تا شد میلان رو توی بازی اول واسه بازی بعدی هم خریدار شمالی و کاری بود ایسایی طوری کرد همین اینجا ما لقه 52 Nothing comes of the attack when all is said and done. Alexis Salamakers. Well, we've been wondering amongst ourselves for a while whether or not this would go through. Leroy Sané has completed his move to Chelsea. Well, the reported fee of about £40 million. Hang on a minute, Stuart. Opportunity unfolding. Crowd encouraging him to take it on. Well, the keeper has undone himself. Wonderful save. Takes aim. طبقه چند ببینیم درست میارم میتونم نیست برای استراحت کنه حالا بریم تعویزی ها رو بیاریم تعویزی کیا رو داریم لوا رو بیاریم تو بوده رشفورد سیم فرمین رو میاریم بیده دیجونگ بازی دوست قندقان هم میاریم بیده پدری با تکه برنده خیلی خوبیه و میلان رو نابود کردیم و آقا خیلی داره ویدیو طولانی میشه فکرم 25 دقیقه شده و این بازی رو با من سیمتوین میکنم و دیگه دامش معلومه دیگه ما برنده بازی بودیم و تعویضایی که دقیقه 6 انجام شد و 4 تا تعویضی داشتیم و برنده بازی بودیم با همون اختلاف و خیلی چه تیمی چیدم